میخوام خرما رو از یه میوه ساده و بی‌ارزش تبدیلش کنیم به یه داروخونه سیار، به شرطی که مدلی که من بهت میگم ازش استفاده کنی. عمرن این مطالبی که میخوام بهتون بگم و تو هیچ فضای مجازی حقیقی نمیتونی پیداش کنی. چون ربطی به طب سنتی خودمون نداره. اینا رو من از طب سنتی اونوریا یاد گرفتم، چندین سال به مراجعه کنندگانم میگم، میرن استفاده میکنن و واقعا نتایج شگفت انگیزی هم ازشون دیدن. الانم به احترام ماه مبارک میخوام رایگان خدمتتون ارائه بدم. اگه قرار باشه هسته خرما رو بگیری و توش سیاه‌دونه اضافه کنی بخوری، میشه درمان تخصصی مشکلات گوارش. از نفخ و سردی معده بگیر تا رفع یبوست، اونم یبوست از نوع مزمنش. حالا اگه به جای هسته خرما بخوای کنزت بهش اضافه کنی و بخوری، میشه درمان کمخونی و ضعف اعصاب. حالا اگه هسته خرما رو بگیری به جاش تخم شاهی بخوای اضافه کنی بخوری، میشه درمان انواع مشکلات استخوانی و دردهای مفاصلی. اگرم بخوای هسته خرما رو بگیری و توش تخم کدو اضافه کنی بخوری، میشه درمان تخصصی مشکلات سر، از سردردهای ساده و میگرنی بگیر تا فراموشی و آلزایمر. میخوام خرما رو از یه میوه ساده و بی‌ارزش تبدیلش کنیم به یه داروخونه سیار، به شرطی که مدلی که من بهت میگم ازش استفاده کنی. عمرن این مطالبی که میخوام بهتون بگم و تو هیچ فضای مجازی حقیقی نمیتونی پیداش کنی. چون ربطی به طب سنتی خودمون نداره. اینا رو من از طب سنتی اونوریا یاد گرفتم، چندین سال به مراجعه کنندگانم میگم، میرن استفاده میکنن و واقعا نتایج شگفت انگیزی هم ازشون دیدن. الانم به احترام ماه مبارک میخوام رایگان خدمتتون ارائه بدم. اگه قرار باشه هسته خرما رو بگیری و توش سیاه‌دونه اضافه کنی بخوری، میشه درمان تخصصی مشکلات گوارش. از نفخ و سردی معده بگیر تا رفع یبوست، اونم یبوست از نوع مزمنش. حالا اگه به جای هسته خرما بخوای کنزت بهش اضافه کنی و بخوری، میشه درمان کمخونی و ضعف اعصاب. حالا اگه هسته خرما رو بگیری به جاش تخم شاهی بخوای اضافه کنی بخوری، میشه درمان انواع مشکلات استخوانی و دردهای مفاصلی. اگرم بخوای هسته خرما رو بگیری و توش تخم کدو اضافه کنی بخوری، میشه درمان تخصصی مشکلات سر، از سردردهای ساده و میگرنی بگیر تا فراموشی و آلزایمر. میخوام خرما رو از یه میوه ساده و بی‌ارزش تبدیلش کنیم به یه داروخونه سیار، به شرطی که مدلی که من بهت میگم ازش استفاده کنی. عمرن این مطالبی که میخوام بهتون بگم و تو هیچ فضای مجازی حقیقی نمیتونی پیداش کنی. چون ربطی به طب سنتی خودمون نداره. اینا رو من از طب سنتی اونوریا یاد گرفتم، چندین سال به مراجعه کنندگانم میگم، میرن استفاده میکنن و واقعا نتایج شگفت انگیزی هم ازشون دیدن. الانم به احترام ماه مبارک میخوام رایگان خدمتتون ارائه بدم. اگه قرار باشه هسته خرما رو بگیری و توش سیاه‌دونه اضافه کنی بخوری، میشه درمان تخصصی مشکلات گوارش. از نفخ و سردی معده بگیر تا رفع یبوست، اونم یبوست از نوع مزمنش. حالا اگه به جای هسته خرما بخوای کنزت بهش اضافه کنی و بخوری، میشه درمان کمخونی و ضعف اعصاب. حالا اگه هسته خرما رو بگیری به جاش تخم شاهی بخوای اضافه کنی بخوری، میشه درمان انواع مشکلات استخوانی و دردهای مفاصلی. اگرم بخوای هسته خرما رو بگیری و توش تخم کدو اضافه